سلام خدمت دوستان عزیز گلم، خوش اومدین به کانال ترفندکار، کانال محبوب خودتون. دوستان عزیز، پراید به ما مراجعه کرده با ایراد کار نکردن کیلومتر که تو این پرایدا خیلی ایراد شایعی است، خیلی، یعنی کیلومترهای اینا زیاد از کار میفته. علتش هم چون سنسور کیلومتر تو دسترس آب هست و زیاد به خود سوکت و سنسور آب میخوره. دوربین از اون بر بیار. نگاه کنید این کیلومتر، خب کیلومتر که مثلا تو جاده میری باید 10 20 30 40 50 100 حالا هر چی شما سرعت داشتی نشون بده، یک دفعه که تو جاده قطع میشه. امروز میخوام تمام ایرادایی که مربوط به این هست بهتون آموزش بدم تا خودتون بتونید خیلی راحت بدون اینکه پیش مکانیک برید کار نکردن این کیلومتر رو درست کنید. حالا دوربین از اون بر بیار. خب دوستان، اولین کاری که باید بکنید، باید ببینید مشکل از گیربکس هست یا نه. اول پس گیربکس که سنسور و سوکت الکی عوض نکنید. نگاه، شما برای اینکه بفهمید گیربکس مشکل داره، نه دوربین بیار اینجا، اینجا نگاه، این سنسوره. خب دقیقاً این سنسوره. سنسور چجوری باز میشه؟ نگاه، پیچی، یعنی شما شلش میکنید مثل یه پیچ که باز میکنید، اینم باز میشه راحت از سر جاش میاد بیرون. حالا اینجا بگیر، اینجا بگیر، نگاه سنسورش. خب این سنسورش پس پیچی باز میشه. خب حالا اینجا بگیر دوربینو، یه توضیح بدم. شما اینجا میبینید، نگاه اینجا، حالا تو دوربین قشنگ دیده نمیشه. اینجا این وسطش ماشین میذاری دنده 4. خب سویچ بسته، حتما حواست باشه. این همزمان که شما ماشین تو دنده سویچ بسته دنده 4 عقب جلو کنید، این باید بچرخه داخلش. خب حالا صبر کنید من دنده بذارم، اینم دنده، حالا همزمان. خب حالا نگاه، الان دنده، من ماشینو عقب جلو میکنم، باید اون میبینید داره میچرخه وسطش. نگاه ببینید کلا یه دور زد. نگاه مجدد دور زد. خب حالا دوربین بگیر طرف من. زمانی که شما زدی دنده 4، خب و اون چرخ دنده وسط چرخید، یعنی گیربکس و چرخ دنده داخل گیربکس هم بالا هم پایین سالمه، پس ما مشکل گیربکس نداریم. مرحله بعد میشه چی؟ میشه این سوکت. خب قشنگ از نزدیک بگیر بچه ها ببینن این سوکت و این هم سنسور کیلومتر که بیشتر تو اینا این سوکت به مشکل میخوره. خود این سوکت اوکی. خب سوکت چی داره؟ این سوکت اول باید چک کنید. ببینید داخل این سوکت یه برق است، یه بدنه هست، یه سیگنال. تمام. شما باید اول چک کنید ببینید که برق و بدنه داخل سوکت هست یا نه. وقتی از برق و بدنه خاطر جمع شدید، نه دوربین بیار جلو، نگاه این سوکت ها رو میبینید. نگاه اینا چون گفتم اول ویدیو تو دسترسی آب هست، آب میخوره و سوکت ها داخلش سولفات میزنه و باید سوکت رو عوض کنید. امروز میخوام هم نحوه تست این که آیا برق و بدنش کجا باید باشه، کدوم سیم برقه، کدوم سیم بدنه است، کدوم سیم سیگناله، و
خود سنسور رو توضیح بدم براتون. نگاه کنید، یه نکته خیلی مهم رو اینجا بهتون اول بگم که توی پرایدا سیم عرضم به حضور مبارکتون سمت راست همیشه میشه سیگنال، وسط برق، چپ بدنه توی پرایدا. اینو حواستون باشه. میخوان یه جایی یادداشت کن، راست میشه سیگنال، وسط برق، چپ بدنه. اینو دقیق یادتون باشه. خب یعنی نگاه دوست عزیز، شما این سوکت به سمت خودت، این سوکت نگاه، این طرف خار نداره، درسته؟ این طرف خار داره. این خار به سمت خودت باشه. از این ور سیم سمت راست میشه سیگنال، سیم وسط میشه برق، سیم سمت چپ میشه بدنه. خیلی راحت. اوکی؟ پس این از نقشه سینچی سنسور کیلومتر. خب حالا با یک لامپ اول میخوام تست کنم که آقا آیا برق و بدنه این ماشین اوکی هست یا نه. اول از همین یک سر لامپو میزنم به بدنه. خب یک سر لامپو میزنم به داخل این سیما. ببینید روشن نمیشه. چرا روشن میشه؟ چون سوئیچ بسته است. سوئیچ رو باز میکنیم. اینجا دوربین بگه فقط حواستون باشه که فقط تو 3 ثانیه یا 4 ثانیه روشنه، سریع خاموش میشه چون برقش از رل دوب میاد. نگاه بسته، دید روشن خاموش، روشن خاموش. پس اینجا برقش درسته. خب این از برقش که وسطی هم بود. حالا سیم بدنش میخوام ببینیم بدنش هم اوکی یا نه. گفتیم سمت چپ میشه بدنه. نگاه بدنش هم رام روشن، بدنش هم اوکی. پس برق و بدنه این سوکت درسته. برقش از کجا میاد؟ از رل دوب. خب حالا ما که فهمیدیم برق بدنش درسته، سیم سیگنال دوربین طرف من، سیم سیگنال به ندرت تو این پرایدا شاید مثلا از هر 100 تا یکی سیم سیگنالش وسط را قطع بشه. بیشتر یا برق یا بدنه و یا خود سوکت خراب میشه. تموم. حالا دوربین یا جایی میخوام سوکت رو تعویض کنیم. خب اصلا ما اینجا این سوکت رو اصلا نداریم. آقا این سوکت رو نداریم، تموم شده رفت. نمیخوام از رو سوکت بزنم که شما گیج بشین. ما سوکت رو نداریم. میخوام از روی نقشه براتون توضیح بدم، از روی نقشه. خب حالا ما گفتیم که سیم سمت سوکت طرف خود ما سمت راست میشه چی؟ شما بگید. سمت راست میشه سیگنال. اوکی؟ خب سیم سیگنال، این قرمز خط سفید میشه سیگنال. قرمز خط سفید این میشه سیگنالش. اوکی؟ قشنگ دقت کن چون این ایراد تو پرایدا خیلی شایع است. دیگه نبر تعمیرگاه، خودت تو خانه کیلومترت کار نکرد، با این آموزش راحت درست کن. فقط دستمزد استاد محمد یه لایک ها، لایک از لایک فراموش نکنی. بزن لایک که استاد محمد انرژی بگیره و واسط ویدیو خفن بذاره. خب این از سیم سیگنالش گفتیم. وسط میشه برق. خب وسط اینجا زرده. اوکی؟ نگاه زرد وسط. خب اینجا برق کدوم سیمه؟ سیم سیاه خط سفید میشه برق. سیاه خط سفید میشه برق. اینم از برقش. خب این از برق.
مون یه سیم دیگه که میشه اتصال بدنه که گفتیم پایه سمت چپ سوکت. این هم از سیم اتصال بدنه. خب حالا قبل اینکه شما سنسور رو ببندید سر جاش و ماشین رو تحویل مشتری بدی بره یا خودت حالا میخوای درست کنی هر کاری خاصی بکنی، قبلش اینجوری سنسور رو بزن جا. نگاه اینجوری سنسور رو بزن جا. حالا میتونی ماشین رو دوربین بگی طرف من، میتونی ماشین رو روشن کنی. خب میتونی ماشین رو روشن کنی و این سر سنسور اینجا بگیر، این سر سنسور اینجوری بچرخونی. نگاه اینجوری همزمان که ماشین روشنه. زمانی که بچرخونی باید همزمان با چرخوندن تو کیلومتر اونجا بره بالا. دوربین از اون ور بیار، دوربین بیار. خب بیار قشنگ. صبر کنید ضبط خاموش کنم. خب بعد اینکه ماشین رو روشن کردی یه نفر اونجا باید سنسور رو با دست بچرخونه. شما اینجا نگاه کنید، بچرخون با دست. نگاه میبینید بالا پایین بالا پایین همزمان. نگاه اون داره میچرخونه. بچرخون. نگاه اونجا میچرخه، اینجا هم نگاه بالا. این یعنی چی؟ یعنی سنسور سیمکشی همه سالم. از اون برم که گیربکس رو اول بهتون یاد دادم که چجوری ابیابی کنید که گیربکس و چرخنده داخل گیربکس سالمه یا نه. خب دوستان عزیز، ما تو این ویدیو فهمیدیم که اگر کیلومترمون کار نکرد از 3 تا مشکل به در نیست. 1 سنسور کیلومتر، 2 سوکت سنسور کیلومتر و 3 چرخدنده داخل گیربکس که همه اینا رو یعنی تو 2 دقیقه میتونید ابیابی کنید که عیب مال سوکت، مال چرخنده داخل گیربکس، مال خود سنسور، مال کدومی که. حالا که شما فهمیدین، دوربین بیار جلو. حالا که فهمیدین که مشکل حل شد و از خود سوکت بود، میبندین راحت دیگه. بستنش کاری نداره. نگاه یه بستنش هم یه توضیح بدم اینجا که گیج نشین. نگاه اینجا خود رو سنسور میبینید اینجا یه برآمدگی داره. خب این برآمدگی نگاه این برآمدگی رو میبینید اضافه یه برآمدگی داره دقیقا اینجا. دوستان نگاه این عمود چرخدنده داخل گیربکسه. خب زمانی که شما دنده 4 بذاری و ماشین رو تو دنده سوئیچ بسته عقب جلو کنی این بعد اینجوری بچرخه. وقتی اینجوری چرخید یعنی خود این چرخدنده و چرخدنده داخل گیربکس سالمه. خب حالا برای بستنش این برآمدگی، خب اینجا این برآمدگی رو سنسور میره داخل این گاه. خیلی راحت و بسته میشه. این تمام. این نوع بستن سنسور کیلومتر سر جاش خیلی راحت. دوستان عزیز این بود 0 تا 100 کار نکردن کیلومتر پراید. امیدوارم از این ویدیو مثل ویدیوهای قبلی خوشت اومده. فقط از لایک استاد محمد یادت نره. ممنون از همراهیتون. خدا نگهدار.